ادامه نبرد طالبان در برابر مقاومتگران. چریک‌های مقاومتی میگویند که 68 طالب در ضد حمله پنجشیر و اندراب کشته و زخمی شدند. فراخوان ضد پشتونها به اتهام هراس افکنی در پاکستان. مردم در ایالت سیند فراخوان ضد پشتون دادند. وضعیت بد خانه‌بدوشان افغانستان در ترکیه. 23 مهاجر غیرقانونی افغان در ولایت وان ترکیه بازداشت شدند. متهمان قتل ظریف بابا در چنگ پلیس هندوستان. 4 تن به اتهام قتل ظریف بابا در هند بازداشت شدند. و نجات از زیر چتر طالبان. دولت آلمان میگوید که 75% کارمندان محلی افغان تخلیه شدند. به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. منابع محلی در ولایت پنجشیر به آماج میگویند که در ضد حمله مقاومتگران بر طالبان در ولسوالی حصه اول خنچ این ولایت 13 طالب کشته و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. منابع می‌افزایند که از دیروز به این سو چرخبال‌ها جنگجویان زمینی طالبان را پشتیبانی و مواضع نیروهای مقاومت ملی را بمباران کردند. در همین حال شماری از باشندگان پنجشیر با انتقاد از جنگجویان طالبان میگویند که آنان میوه باغ‌ها را میخورند و در صورت شکایت به زور متوسل میشوند. عملیات تصفیه‌ای طالبان از زمین و هوا برای بار دوم 4 شنبه شب 22 سرطان در پنجشیر آغاز شده و همکنون نبردهای سخت و سنگین در بخش‌های کوهستانی این ولایت جریان دارد. از سوی دیگر جبهه آزادی افغانستان میگوید عملیات تهاجمی طالبان بر رهبری قاری فصیح الدین در مناطق خوست و فرینک ولایت بغلان شکست خورده است. این جبهه در اعلامیه افزوده است که طالبان صبح روز جمعه بر 3 قرارگاه این جبهه 13 حمله انجام دادند که پس از دفع حملات طالبان جنگ متوقف شده است. جبهه آزادی مدعی است که در اثر این درگیری‌ها 28 طالب کشته شده و 18 تن دیگری آنان زخمی شده است. مقام‌های طالبان تاکنون در مورد راه اندازی عملیات این گروه در بغلان و تلفات نیروهایش اظهار نظر نکرده است. روز پنجشنبه ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به ولسوالی اندراب و قاری فصیح الدین روی درستز این گروه به ولسوالی خوست ولایت بغلان سفر کرد. منابع مردمی از ولایت بغلان میگویند مقامات ارشد نظامی طالبان به نیروهای جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان در 2 ولسوالی خوست و اندراب مخابره کردند که به این گروه تسلیم شوند، اما نیروهای جبهه مقاومت این پیشنهاد را رد کردند. جبهه آزادی روز جمعه 24 سرطان میگوید طالبان پس از جمع‌آوری اجساد و آرایش نیرو قرار است بار دیگر حمله کنند. این جبهه همچنین میگوید که 2 میل پیکا و نیز 2 جسد افراد طالبان در اختیار نیروهای جبهه آزادی قرار گرفته است. مردم سند پاکستان با لطوکوب و خشونت در برابر پشتونها خواهان اخراج این قوم از ایالت سند شدند. این خشونت‌ها پس از آن آغاز شد که به گفته مردم یک نوجوان سندی از سوی یک پشتون که مالک یک رستوران در ساحه حیدرآباد این کشور است به قتل رسید. معترضان به جاده‌ها بیرون شده و کارزار ضد پشتونها را تشکیل دادند. آنها میگویند که پشتونها تروریست هستند. شماری از کاربران سندی در توییتر با نشر تصویرهای از فعالان پشتون در این کشور نگاشتند. این پشتونها که در شبکه‌های اجتماعی به حیث بیگناه و فعال اجتماعی ظاهر می‌شوند، در اصل حامی بلوچ‌های مسلح و طالبانند و از آنها حمایت می‌کنند. در همین حال منظور پشتین رهبر جنبش حفاظت از حقوق پشتونها در پاکستان معترضان سندی را به صلح و آرامش دعوت کرده و خواهان اتحاد سندی‌ها و پشتونها شده است. او افزوده که دولت باید از شهروندان محافظت کند. دیگر نقصانات شروع ہے. بلال کاکا کے واقعہ عدالت کے ذریعے قانون اور آئین کے تحت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. اس کو پورے کمیونٹی کے ساتھ جوڑنا اور پھر اس کمیونٹی کے خلاف تشدد کرنا انصاف نہیں ہے. سندھی ایک محکوم قوم ہے, پشتون بھی ایک محکوم قوم ہے. دونوں قوموں کا آپس میں لڑنا دونوں کے مفاد میں نہیں ہے اور این دونوں کے نقصان میں ہے, بلکہ دونوں قوموں کے دشمن کو اس سے فائدہ ہے. این در حال است که
نوارهای تصویری نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده خشم مردم سیند است و برخی جوانان پشتون را به شدت تفوق می‌دهند. نیروهای عملیات ویژه پلیس ترکیه در ولایت وان 23 مهاجر غیرقانونی افغان را بازداشت کردند. پلیس ولایت وان ترکیه در پی دریافت یک گزارش و بازرسی از خانه در محله آلتین تپه شهرستان توشپا 23 مهاجر غیرقانونی افغان را بازداشت کردند. این مهاجران افغان از راه‌های غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند. مهاجران غیر قانونی دستگیر شده به مرکز استرداد اتباع خارجی انتقال یافتند. پلیس ولایت وان گفته است که در راستای این عملیات یک فرد مظنون به اتهام سازماندهی قاچاق انسان نیز دستگیر شده است. این در حال است که در هفته‌های اخیر اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از ترکیه به صورت بی‌پیشینه افزایش یافته و صدها مهاجر با پروازهای چارتر به افغانستان بازگردانده شدند. پلیس هند از بازداشت 4 تن به اتهام قتل خواجه ظریف چشتی مشهور به ظریف بابا خبر داد. به گزارش رسانه‌های هندی، راننده ظریف بابا و یکی از مریدان او به نام غفار احمد خان نیز از جمله بازداشت شدگانند. ظریف بابا در 14 سرطان در ایالت مهاراشترای هند به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری هندی PTI، افراد متهم به هدف به دست آوردن دارایی ظریف بابا او را به قتل رساندند. ظریف بابا خود را از سلسله چشتیه می‌دانست که در افغانستان و شب قاره هند پیروان زیادی دارد. پلیس ناحیه ناشیک از مربوطات ایالت مهاراشترا افراد بازداشت شده را به نام‌های گانش، ژنجات، راوندرا و پاوان معرفی کرده است. پلیس از راوندرا به عنوان راننده ظریف بابا یاد کرده. به گزارش رسانه‌های هندی، پلیس پس از بازجویی از این افراد فرد دیگر به نام غفار احمد خان را نیز بازداشت کرده است. ساچن پاتیل، یک مقام پلیس در ناحیه ناشیک، گفت متهمان می‌خواستند زمینی را که چشتی به نام غفار خان مرید او خریداری کرده بود با کشتن او تصاحب کنند. ظریف چشتی شهروند افغانستان در 4 سال گذشته به عنوان پناهنده در هند زندگی می‌کرد. او یک واعظ صوفی بود و طرفداران زیادی در یوتیوب داشت. پلیس هند پیشتر گفته بود از آنجایی که یک پناهنده نمیتواند در هند ملکیت بخرد، بنابراین ظریف بابا چنین معاملات را به نام پیروان خود انجام میداد. ببینید این جوان افغان که در جرمنی آلمان چقدر پریشان بود که نمیتوانست تابعیت و پاسپورت آلمان را بگیرد، اما با گرفتن تعویض ظریف بابا، با گرفتن تعویض و دعای من صاحب پاسپورت آلمان شد. وزارت خارجه آلمان میگوید نزدیک به 75% از افغان‌هایی که با نیروهای این کشور کار و از آنها حمایت کردند پس از تسلط طالبان بر افغانستان با موفقیت راهی آلمان شدند. گفته شده از حدود 23300 کارمند محلی افغان و خانواده‌هایشان اکنون 17200 نفر در آلمان هستند. به گفته وزارت خارجه آلمان، هر هفته حدود 200 کارمند سابق محلی افغان و خانواده‌هایشان به آلمان منتقل می‌شوند. برای انتقال این افراد پروازهای چارتر به ویژه از اسلام آباد انجام می‌شود. آنالنا بوربوک، وزیر خارجه آلمان، چند پیش گفت که برای انتقال پناهجویان افغان به کشورش با پاکستان به توافق رسیده است. بر اساس این توافق، افغان‌هایی که از سوی آلمان قبول شدند بدون پاسپورت و ویزا می توانند به پاکستان بروند و از آنجا به آلمان انتقال داده شوند. به گفته مقامات آلمان، حدود 10,000 نفر منتظرند تا به این کشور منتقل شوند. گفته می شود آلمان 32 میلیون دلار برای اسکان موقت شهروندان افغانستان در اسلام آباد اختصاص داده است.